إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. آیه 14 سوره قصص، داستان موسی علیه السلام، تربیه و کلان شدن از او در خانه فرعون. شخصی که تلاش داشت که از کدام ناحیه هراس و خوف داشت که از این ناحیه حکمتم از بین نروه. الله متعال که کدام تدبیری را انجام میده، کدام تقدیری و فیصله که الله کرده، کسی هم نمیتونه با تدابیر خود او را برگردانه. چه عظیم درسی است برای انسانیت. انسان پابند تقدیر الله متعال است، اما با اختیار خود تدابیری میگیره. چیزی را که الله فیصله کرده باشه توسط تدابیر انسانی نمیشه که برگرده، چرا که قوه حاکمه الله متعال در همه چیز مؤثر است، در همه چیز نافذ است. از همون خاطر تدابیر فرعون در مورد ازی که کاخ ریاست جمهوریش دیگه از بین نروه، الله متعال امو شخصی که سببی از بین بردن ریاست جمهوری فرعون میشه در خانه خودش کلان میشه، تربیه میشه. الله متعال وعده کرده بود به مادر موسی علیه السلام که موسی علیه السلام پس میگردانه. در آخر این صورت الله متعال حالات پیغمبر ما را رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر میکنه که عیناً مشابه با حالت موسی علیه السلام است. امی قسم که الله موسی علیه السلام پس به مادرش بازگردانید، پیغمبر علیه السلام امی قسم پس در مکه باز میگردانه، لیکن در حالت غلبه و تسلط. موسی علیه السلام هم به محالت است. بسیار کارروایی های موسی علیه السلام است که مشابهت با زندگی مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم داره. پشت سر در آخر صورت برش اشاره میکنیم. در اینجا الله متعال حالات موسی علیه السلام بیان میکنه. وقتی در خاندان فرعون، در خانه فرعون موسی علیه السلام کلان میشه، تعجب در اینجا درسای عظیم برای ماست. یک کسی سالها در خانه کسی تیر بکنه، حق حق است و باطل باطل است. موسی علیه السلام با وصفی که نان فرعون نمیخوره، لیکن ظلم و استبداد و زیادروی از این مکمل به چشم سر میبینه، عیاشی و فحاشی از این به چشم سر میبینه. الله متعال بسیار نکته عجیب است که موسی علیه السلام در خاندان فرعون چرا کلان میکنه؟ به خاطر که حالات فرعون برای موسی علیه السلام بالکل واضح شود. بس اوقات پاچاها در بیرون خود خیلی زیاد زاهد معرفی میکنه، متقی معرفی میکنه، اما در درون خانه از او که در بدبخت و ظالم و بی حیا کسی دیگری نمی باشه. الله متعال موسی علیه السلام در داخل خاندان فرعون جا داد که تمام ضعف، تمام معصیت و فحاشی و عیاشی فرعون به موسی علیه السلام واضح شود. و این حالات ناگواری که در خاندان فرعون دیده میشه، موسی علیه السلام به چشم سر میبینه. احساسات موسی علیه السلام در مقابل فرعون دیگه هم تیز میشه، حرکتش اضافه میشه. مقابله موسی علیه السلام در برابر فرعون توسط عمل کرده ناشایسته فرعون خیلی زیاد شده می رود. موسی علیه السلام قوت پیدا میکنه. یکی از عواملی که انسان در برابر معصیت اقدام میکنه است که حالات ناگوار امو ظالما و مردمای ستم پیشه را ببینه. در اون صورت باز تو جرأت پیدا میکنی که مبارزه ما حق است و ما باید در مقابل ازی قیام بکنم. با وصفی که موسی علیه السلام در خانه فرعون کلان شده، نان او نمک شده، مقابل فرعون چرا میکنه؟ به خاطر که فرعون با تمام دار و دستش ظلم، بربریت، نعوذ بالله عیش پرستی و آن چیزی که کدام گناهایی که انجام داده میشه موسی علیه السلام مشاهده کرده. از همون خاطر پایچه را بر میزنه که باید اقدام بکنه که این ظالم باقی نمانه. درس عظیم به ماست. زمانی که سردمدارا ولو که در مرتبه پایین باشه یا کلان باشه، دیده میشه که این راه ظلم و معصیت و گناه را در پیش گرفته، ملت باید در مقابلش قیام کنه، نگذاره که او دیگه ظلم پیش بکنه. یک معلم که در مکتب در داخل صنف ظلم شروع میکنه، کاری خلاف شریعت میکنه،
شاگردان مسئولیت داره که در برابر استاد خود قیام بکنه، تظاهرات بکنه. تظاهراتی امروزی واره نه، یعنی کلگی به اداره اعتراض خدا پیش بکنه که ما این استاد نمیخوایم. چرا که دیدی خراب داره، فکری خراب داره، روشی خراب داره، کرداری خراب داره. اینمی قسم اگر یک رئیس در یک اداره اینمی قسم فاسد میشه، کارای غلط میکنه، کل اراکین بعد در مقابلش قیام بکنه. به خاطر که در دین مقدس اسلام در برابر منکرات قیام به اندازه توان ضروری است، فرض است. این دنیا وقتی صلح دیش میایه، امن میایه که تو منکرات محو بکنی. الله متعال به ما درس داد که موسی علیه السلام عقده گرفت در مقابل فرعون، چرا که ظلمش مشاهده کرده بود. آلی زمانی که در سن 40 سالگی میرسه، قوت جسمی موسی علیه السلام هم درست میشه و الله عقلش کامل میکنه. در این وقت است که ای را مکلف به مسئولیت تبلیغ میسازه. انسان تا وقتی که در درجه قوت و حوصله مندی نرسیده باشه، یقینا نمیتونه اینطور مبارزه سنگین رهبری کنه و اینطور مقابله های خیلی قوی را پیش ببره. از او خاطر است که انبیاء علیهم السلام غیر از عیسی و یحیی علیهم السلام که در خردی الله برشان نبوت داده، دیگه کلی انبیاء علیهم السلام در سن 40 سالگی برشان نبوت حاصل شده. پیغمبر ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هم زمانی که 40 سال تکمیل کرد، درایت انسان، عقل انسان، قوت جسمی انسان، قوت فکری انسان تکمیل میشه. از او خاطر الله متعال نبوت هم برش میده. از این معلوم میشه که مسئولیت ها زمان داده میشه که کسی قابلیت و اهلیتش داشته باشه. اگر کسی قابلیت و اهلیت نداشته باشه، این درست نیسته. از امو خاطر اگر در مملکت کسی برای مشورت‌دهی انتخاب میشه و امور مملکت در دست سپرده میشه، اصل سن تشخیص باید از 40 سالگی پایین نباشه، از 40 سال بالا باشه. اما با تاسف امروز دنبال روی غرب دیگه طرف مردم کشانده. بچه جوانایی که نه در غم ملک است، فقط برای ازی که خواسته ها و شهوانی خدا پوره بکنه، اونو طور مردم ها در رأس کارا میره، از امو خاطر ملکا و ایران میشه. قرآن کریم بر ما بیان میکنه ولما بلغ اشده، هرگاه که رسید موسی علیه السلام اشده در قوت جسمی و عقلی خود. اشد امو قوت را میگه که انسان بالکل استوار میشه، آلی برداشت کرده میتونه، تحمل بسیار گپا را میتونه، حوصله مندی دیش پیدا میشه. و استوا و عقلش هم کامل شد، برابر شد. آتیناه حکم و علما، ما دادیم برش فهم و دانش، یا ما دادیم برش نبوت و علما. الله متعال میگه علم احکام شرعی را برش دادیم. در مورد دینی که ای برای مردم تبلیغ میکنه، ای علم برش نصیب کردیم. دو چیز الله متعال به موسی علیه السلام داده. یکی نبوت، مامور است به ای که تبلیغ بکنه نظام الله را برای مردم. دوم در علم اشاره به معلومات تطبیق اینمی نظام و شریعت است. هر پیغمبر الله متعال شیوه تبلیغ ازی را برش نشان میده. راههایی را که رسول الله صلی الله علیه وسلم برای دعوت میدانست ما نمیدانیم، شیوهی که او به کار برده میتونست ما نمیتونیم، چرا که الله متعال امو طریقه را برای انبیاء علیهم السلام خود عطا میکنه، مثل که به موسی علیه السلام عطا کرده. و کذالک نجزی المحسنین. این موضوع به موسی علیه السلام چرا ای داده شد؟ الله متعال میگه بله، به هر محسن، هر کسی که توحید عقیده یکتا پرستی الله را داره و عمل به طریقه پیغمبران انجام میده، این محسن گفته میشه. محسن کسی است که عملش خالص برای الله باشه و به مون نقشه او عمل انجام میده که رسول الله صلی الله علیه و سلم همون نقشه را داده، این را محسن میگه. الله میگه ما پاداش میدیم امی قسم برای محسنین. موسی علیه السلام شخص محسن بود، عمل کردی از او، عقیده از او دلالت بالای از این میکرد که موسی علیه السلام شخصیت برتر و عالی است، امام شده میتونه، قابلیت و اهلیت تبلیغ داره. هر کسی که امی قسم شوه، الله متعال میگه ما امی طور برش هدایت میکنیم، امی قسم قوت برش میدیم. یعنی توسط عمل نیک و فیضان علمی که الله متعال بالای کدام شخص میکنه، پاداش برای محسنین میده اگر محسن واقعا امور را تعقیب بکنه. و دخل المدینه، از جمله صورتهایی که یا جزئیاتی که یقینا از علم و هوشمندی کار گرفته کدام است؟ و دخل المدینه علی حین غفلت، داخل شد موسی علیه السلام در شهر
این شهر یا منفیس برش میگه یا عین شمس، مفسرین نوشته میکنه. اما قرآن کریم تعبیر به مطلق کرده، ما در تعیینش هیچ کدام چی نداریم. علی حین غفلت، در حالت بیخبری که مردم آگاهی نداشت، موسی علیه السلام برآمد. موسی علیه السلام در تلاش دعوت بود، از امو خاطر از مواقع کار میگرفت. دو نکته را مفسرین ذکر میکنه. یکی، موسی علیه السلام دعوت شروع کرده بود در بین بنی اسرائیل. هر جوانی بنی اسرائیل میدید قطش می نشست، او را تحریک میکرد علیه ظلم و بربریت فرعون که خود آماده کرد. از امو خاطر فرعون خبر شده بود که موسی این کارا را میکنه، از او خاطر خب آشکارا گشته نمیتونست، فقط موقع را میدید که کسی نباشه و ای را نبینه، در اونجا باید سفر بکنه. از او خاطر میگه در حالت غفلت بود. لیکن اصلی نکته نیست. اصل نکته ایست که موسی علیه السلام مواقع را میبینه، دعوت شروع کرده. قاعده ایست که وقتی تو دعوت میکنی اورام در ضد حکومتی که بر سر اقتدار است، این بدون پنهانی و بدون چی گوشگیری نمیشه. در مقابل طاغوت که وقتی مردم تو تحریک میکنی، علنی در ملای عام تحریک کرده نمیتونی. موسی علیه السلام از زرنگی کار میگرفت، افراد پیدا میکرد که در حالت گوشه واره تحریک کنه، علیه فرعون قیام بکنه، اما ضمیری از واره زنده بسازه. مردم آنقدر ضمیرش مرده بود، ظلم و بربریت فرعون واره نعوذ بالله غیرتشون بیخی از بین برده بود. موسی علیه السلام یاره دیگم تحریک میکرد. یکی از جمله اهداف انبیاء علیهم السلام امیسته که در مقابل ظلم و بربریت قیام بکنه. خب قیام چی رقم میشه؟ شیوهش موسی علیه السلام برای ما یاد میده. در مقابل طاغوتا وقتی قیام میکنی علنی نمیشه، اول افراد به خود جور میکنی، افراد هم فکر میسازی، متعهد میسازی. این تو رام نه که سرسری دو گپ قطی کسی بزنی، سبا کلی برنامه تو را او آدم افشا بکنه، چارچوب بخوره و تمام کم و کیف تو را به سلطه مقتدر بازگو بکنه. نه، این درس از قرآن کریم برای ما میده. زمانی در مقابل حکومتی بر سر اقتدار قیام میکنی، مبارزات پنهانی را شروع بکن تا که مردم قطعی تو متعهد و هم فکر شود. رسول الله صلی الله علیه وسلم امی شیوره دمی حالت غفلت میبرامد، با صحابه ملاقات روبرو ذهن سازی میکرد. امروز هم نیاز ما داریم در مقابل یهود و نصارا، این طاغوتی بر سر اقتدار دنیا، مسلمان ها باید اینمی قسم ما بین خود مشوره داشته باشه، مجلس داشته باشه، تصمیمات و تدابیر داشته باشه که تا در مقابل این نظامای کفری که ده میخواد در دنیا حکومت بکنه چه قسم یاره از پای بندازه. از او خاطر موسی علیه السلام در حالت بیخبری مردم میبرامد. حالا حین غفلت، در وقت بیخبری، من اهلها، از اهل امی شهر که وا بیخبر بودن. این دو احتمال داره، یا در چشتی روز مردم خواب میکرد این میبرامد، و یا است که بعد از شام یا خفتن که مردم خواب میکرد موسی علیه السلام میرفت کارای خود انجام میداد. قرآن کریم از یک طرف تو را بیدار میسازه که انبیاء علیهم السلام سختی ها را تیر کرده، اما تو راحت برش نامده. موسی علیه السلام محسن بود، در صدد آوردن عدالت بود. الله متعال امی اهلیت داشت دیده بود که نبوت و علم برش داد. شما هم امی قسم بکنی محسنین جور شوی. یک دوم چیز برات درس داد که آرام ننشینی، نگویی که والا زوری من نمیرسه، یک نفر هستم چطور میکنیم. تلاش بکن، جستجو بکن، نفر بری خود پیدا کن. 1 2 3 4 10 انقلابه همینطور نمیشه. زمانی که کمورستان اینجا خواب اقتدار داشت، در زمان داوود و ظاهر موقع برشان داده شده بود. الحمدلله جوانایی بود پیشتاز که در رده اول جهاد قرار داشتن، مردم الحمدلله بیدار کردن در پوهنتونها. امو جوانایی که در نهضت‌ها بودن و برای خود تشکیل جلسه میداد، مشوره میکرد تا مقابله از یاره بکنه. انسان آرام نمی نشینه، باید حرکت بکنی، یک نفرم باشی. ما امروز خیلی زیاد هستیم، اما مقابله کفار نمیتونیم. چرا که رسول الله گفت محبت دنیا و ترس از مرگ سبب عزیز است که دنیا سر ما حکومت میکنه. فوجد فیها رجلین آدمی محنت کش و زحمت کش موقع خواب و راحت خود بدل به محنت میسازه. درس عظیم موسی علیه السلام بر ما داد. زمانی که میخوایی به الله خود نزدیک کنی، امی ساعتایی که مردم راحت میره تو بخی به الله خود محنت کن.
کوشش کو، عبادت کو، دعا کو، طلب کو از الله متعال. زمانی که مردم خواب و خور میزنه تو باید بخیزی. فرق تو و مخلوق دیرمی گپ است. تهجد چرا فضیلت داره؟ کسی که میخیزه در نصف شب دعا میکنه چرا فضیلت داره؟ به خاطر که مردم دیگه مکمل در راحت است. تو خیستی الله متعال در بین بندگان خود تو را میبینه که عبادت الله را میکنی، تو را میبینه. وقتی که تو دعوت میکنی دیگه کلگی خواب است، در خواب غفلت. اینجا امتیازی توسته که تو خیستی. وقتی مردم کلگی عقیده توحید الله را گذاشته و توستی که دعوت داده را ایستی آواز میکنی و لط میخوری، اینی افتخار توست. انبیاء علیهم السلام افتخارات امی رقم کسب کرده و بر ما و شما درس است که چه رقم کسب میکنیم. فوجد فيها رجلين، یافت موسی علیه السلام در مدینه در شهر دو نفر یقتتلان که ما بین خود جنگ داشتن. هذا من شیعتی، یک آدمش از جمله قوم و قبیل موسی علیه السلام، و هذا من عدوه، ای آدم دیگه از جمله دشمنا قوم و قبیل موسی علیه السلام بن اسرائیل است. دشمنش امی قبطی است. فاستغاثه الذی من شیعته، بن اسرائیلی موسی علیه السلام شناخته، دعوتش تحریک کردنش علیه قبطیا. با مجردی که موسی علیه السلام دید، موسی علیه السلام الله قوت جسمی برش داده بود، خب تنومند بود، او استغاثه کرد، فریاد کرد. الا چی میگه؟ فاستغاثه الذی، طلب امداد کرد، نصرت کرد. الذی، همون شخصی که من شیعتی از قوم موسی علیه السلام بود، علی الذی، در مقابل همون شخصی که من عدوی از دشمنش بود. که علی موسی علیه السلام ای آدمی ظالم، تو خو همیشه دعوت میدی که در مقابل از یا قیام کنیم، نه امیالی مرا زده رویست. فوکزه موسی، چپلاق یا بوکسی پیغمبر با هم فرق داره با امرای مردمان عادی. فوکزه بوکس زد موسی علیه السلام مرد کرد، فقضا علیه، تمام کد کاریشه دیگه، هیچ چیزم باقی نماند. موسی علیه السلام به قصد نکشته، لیکن خبر نداشت که دست موسی علیه السلام چقدر تاثیر داره و چقدر گرنگ است که آدم جای به جای میکنه. قال هذا من عمل الشیطان. بله، موسی علیه السلام نصرت مظلوم کرده. سر هر کس نصرت مظلوم ضروری است. رسول الله میگه انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادری تا در حالتی که ظالم باشه یا مظلوم باشه نصرت بکن. صحابه پرسان کرد یا رسول الله، مظلوم هر کس میفهمه نصرت بکنه، ظالم چطور نصرت کنیم؟ گفت دستش از ظلم بگیری، دستش از ظلم بگیری. تو بادیگارد اگه قماندان اعلام کردی، قماندان پدرش سری کسی رفتن نمیتونه، خود توستی در گردو بریش. زمانی که میبینی زنا میکنه، فحاشی میکنه، عیاشی میکنه، زمینا را غصب میکنه، مردم ها را آزار میده، باز یک لحظه قطعی از او باقی ماندن تو حرام است، گناه کبیر است. هر گناه که میشه تو قطع شریک هستی، او خوب خوری دنیا و ناز و نعمت دنیا را او میخوره، تو سگ وارد در گردش میگردی، نعوذ بالله. او دنیایت خراب، هم آخرتت خراب. دنیا را خراب همینطور میکنه، نمیفهمه مردم. قماندان کیست؟ یک شخص است، پدرش سری کسی رفته نمیتونه، بادیگاردی غلط داره، چرسی و بنگی امر میکنه چپک و چپا میکنه. قال هذا من عمل الشیطان، انسان خطا میشه، دستی رجوع میکنه. آدم علیه السلام خطا شد، دستی رجوع کرد. موسی علیه السلام خطا میشه، دستی رجوع میکنه به سوی الله، میگه ای از عمل شیطان است. چرا این نسبت به شیطان کرد؟ چرا این نسبت به شیطان کرد؟ موسی علیه السلام قصد نکرده بود که قتل شود، لیکن وسوسه شیطانی طور بود. چرا که غضب موسی علیه السلام زیادتر شده بود، بیدادگری فرعونیا را قبطیا را دیده بود. موسی علیه السلام هیجانی بود. در حالت غضب شیطان انسان را بسیار تحریک میکنه، در مقابل مخاطب تو را خواب احساساتی میسازه. بس اوقات آنقدر تو را سری خشم میاره که آنقدر ظلم سری تو شده، تو از او کده زاید سرش ظلم بکنی. دمی موقع شیطان کار میکنه که وقتی یک چپلاق بخوری دلی تو کفت میکنه، شیطان داخل میشه در وجودی تو. خود این مرا زده، به الله قسم اگر بانم شد که در عوض یک چپلاق، همیشه میطور است یا نه؟ در عوض یک چپلاق 10 نزنم نمیشه. همین 10 نزنم کی تحریک کرده؟ شیطان. از او خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم میگفت در وقت غضب خود کنترل کن، چرا که در وقت غضب موقع ضعف تو را شیطان دیده، شیطان دیگه تو را حرکت میده، بسیار تو را احساساتی میسازه، از حد بالا میکنه تا. از او خاطر موسی علیه السلام چون غضبش قوی شده بود، اگه از زیاد غضب نمیزد نمیمرد.
زیاد غضب کی زد مرد. موسی علیه السلام فهمید که عملی کی بود؟ شیطان بود. بعد از او چی میگه؟ انه عدو مضل مبین، شیطان بسیار دشمنی گمراه کننده آشکاراست. انسان آشکارا دا گمراهی میکشانه. تو بیالی خو خلاص میکدیشه، عادی چپیلاق میزدیشه. چی ضرور بود که از غضب کار گرفتم و وار کردم؟ قال ربی انی ظلمت نفسی. انبیا علیهم السلام درس به ما میده و خلاف الاولا کار میکنه. این گناه گفته نمیشه، این خطاست. گناه او را میگه که به عمد و قصد باشه، لیکن امی خطای خود انبیا علیهم السلام از گناه کدام بزرگ میدانه. مؤمن واقعی است که گناه اندک میکنه لیکن در پیش الله خود بسیار خود شرمنده احساس میکنه. امی گناه کوچک بسیار بزرگ میدانه. یکی از بدبختی ها اینمیسته که کسی گناه بزرگ حقیر بشماره. شیطان تلاش میکنه گناه خیلی بزرگه برات چی بشماره؟ حقیر. موسیقی را برات غذای روح شمار میکنه، برات میگه هیچ چیزی هم نیست. نماز قضا شدن به مردم جادی گپ است، برو باز پسان میخوانم. تو خبر داری که یک نماز به قصد قضا میکنی؟ در حدیث چقدر یک حقب در جهنم میسوزی. یک حقب چقدر زمان است؟ محدثین بر مدت بیان میکنه 80 سال. بعضی میگن نه مقدار معلوم نیست. یک زمانی طویله که تو نماز ترک میکنی به قصد، تو در آتش جهنم سوختانده میشی. با وصفی که تو را باز قضایش میاری. خو از وقت تو قضا کدیشه، از وقت. امروز مردم ما را ببینی، زمانی که به مجرد دستش بند باشه، چی مرداست چی زناست، در دکان دستش بند است نماز نمیخونه. زن در خانه دوختن میکنه، میگه بان نماز باز قضا میارم. این گپا غلط است، نادرست است. قضا نکن. انبیا علیهم السلام گپ گناهی امیر گنام نیست، خلاف الاولاست. خو به نزد خودی را بسیار بزرگ میشماره. هر بنده مؤمنی که گناه خرد بزرگ برش وانمود میشد، این آدم نیکبخت است. قال ربی انی ظلمت، ای پروردگار من ظلم کردم نفسی، سری نفسی خود. الله اکبر. در نکته دقیق بریتان اشاره میکنه. گناه میکنی از کی را خراب میکنی؟ در نظام الله کدام تغییرات آورده میتونی؟ زیادت یا کمی آورده میتونی؟ نظام الله نظام الله است. بلکه تو وقتی معصیت میکنی، نمازی ترک میکنی، ظلم میکنی، غیبت میکنی، دروغ میگی، بی حجابی میکنی، شراب میخوری، ضرر و اذیت مردم میکنی، ظلم سری کی میکنی؟ سری نفس خود. نفس خود به جهنم پیش کرده رایستی.